بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت سوم المصور هستیم. دوستان عزیز، ما و شما فهمیدیم که یکی از صفات الله سبحانه و تعالی صفت المصور است و یکی از اسماء الحسنای الله سبحانه و تعالی المصور است. یعنی الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که هر مخلوق تصویر خاصی داده است. این عظمت الله سبحانه و تعالی است. باز برای هر مخلوق در بینش چهره های خاصی برشان داده و برای هر مخلوق ساختمان خاصی داده که به وظیفه از او مناسب است. مثلا انسان که از کرامت داره، اگر انسان مثل حیوان وارکت 4 پای را میرفت اما کرامتش از بین میرفت، لکن انسان سعی با 2 پای روان است، بسیار نرمال. دیگه حیوانات سعی میکنه که با 4 پای سرشان روان است. امی قسم مثلا برای الله متعال برای حیوانات مثلا ات پنجه ها نداده، مثلا مثل که مثلا برای ما و شما پنجه ها رو داده. با کرامت انسانی ما و شما لقمه را میگیریم با بسیار عزت و دان خود میکنیم میخوریم، اما یک گاو یا گوسفند شما سر کنین سر خود پایین میکنه و غذا را میخوره. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله متعال انسان به چهره بسیار زیبا برای انسان داده است و الله متعال با قدرت و عظمت خود شما سائل کنین وقتی پرنده ها را خلق کرده بر از او یک ساختمان خاصی داده که بر پرواز بسیار مناسب است. وقتی که حیوانات خلق کرده سبحان الله ببینین بر هر کدامش عمو چیز است. مثلا شیر ببینین یک ساختمان خاص داره، پلنگ یک ساختمان خاص داره، گرگ یک ساختمان خاص داره. حتی مثلا بعضی اوقات شما سکنمی تکواندو بازا و یا که اصلا از امو حرکت‌های دفاعی حیوانات مثلا حرکت‌ها را یاد میگیرن به خاطر قوت خود. بعد از اون شما سعی کنین در پرنده ها چه قسم پرواز میکنن. حتی بسیاری وقتا شما سعی بعضی طیاره را به شکل باشه، یگان تا باخه میگن، اینه به شکل از باشه ایره چی کرده جور کرده، اما طیاره چی میکنن پرواز میکنن. چرا کمی باشه بسیار خوب هم پرواز داره. کشتی ها را به شکل ماهی ها میسازه. این کل قدرت ذات با عظمتی که تصویر کننده هست. پس مصور الله هست. وقتی که فهمیدیم که مصور الله هست، ما باید با هیچ صفت الله مشابهت نکنیم. یک از صفات الله که است المصور است، با این هم باید خود مشابهت نکنیم. مشابهت چی معنی؟ یعنی بعضی کسا هست مجسمه میسازن، این مجسمه سازی مشابهت از با صفت المصور الله. یا رسامی میکنه زنده جان ها را مشابهت میده خود با این صفت المصور الله سبحانه و تعالی. یا تق عکس گرفته میره، این چی است؟ مشابهت است با صفت المصور الله سبحانه و تعالی. اینا رو بر از اینا سخت‌ترین عذاب داده میشه. چرا؟ اینا خودت تشبیه میکنه با صفت المصور الله سبحانه و تعالی. در قسمت فیلم برداری باز علما گفتن، علما مجتهدین مفتی ها میگن که او تصویر است مثل که عکس یک نفر دعا و هم تو سیل کده میری متحرک است. این مثل از دیواره هست. اگر فیلم برداری میکنم به خاطر ضرورت درس و تعلیمی گپا، اینه گفته ان شاء الله دیگه داخل نمیشه، اما دیگه تصویرها کلش داخل میشه، ولو با وسایل تکنولوژی باشه یا ولو به قلم باشه و یا این هم به شکل مجسمه یا ساخته شود. پس ما و شما کوشش میکنیم، چون سخت‌ترین عذاب رسول الله صلی الله علیه و آله در روز قیامت سخت‌ترین عذاب، سعی کنید سخت‌ترین عذاب بسیار خطرناک است. آسان‌ترین عذاب دوزخ چی است؟ که در پای یک نفر چپلیای آتشی کرده میشه، مغزش کتش جوش میخوره. الله حفظ بکنه. اینا سخت‌ترین عذابای دوزخ بسیار خطرناک است و این برای مصورین است. از این خاطر در این قسمت بسیار احتیاط بکنیم تا وقتی که مجبور نشیم که مثلا به یگان کاری که ضرورت بسیار 100% می باشه دیگه هیچ چاره نمی باشه که انسان کدام عکس میگیره و مثل بعضی شناختی کارت بعضی چیزایی که مجبور میشه، در غیر از اون انسان کوشش بکنه که از این تصویر گرایی و عکس گرفتن از این گپا خود دور بسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.